الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که آیا همدیگر را به روز جمعه تبریک نمودن جایز هست و یا ارسال نمودن رساله های با تصویرهای زیبا آماده شده، بعضی از رساله های تبریکاتی به مانند جمعه مبارک باد، مبارک جمعه و غیره، آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته هر عملی که به خاطر ثواب انجام داده می شود و به خاطر اجر و پاداش انجام داده می شود، ما باید دلیل از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، چرا که هر یک چیزی که به خاطر ثواب انجام داده می شود کمترین درجه اش مستحب است. کمترین درجه ثواب در دین ما، شریعت اسلام، این مستحب است که اگر کنید ثواب میگیرید، نکنید و ترک نمایید گناهگار نمیشوید. اگر ما گفتیم که تبریک نمودن روز جمعه این مستحب است، یعنی ما گفتیم که این چیز در شریعت وجود دارد و باید به این کارمون دلیل داشته باشیم. برای که هر یک کمترین چیزی که ما ثواب میگوییم مستحب است، کمترین چیزی که مستحب است باید دلیل داشته باشد و هر چیزی که ما مستحب میگیم دلیل نداشته باشد، این پس بدعت است و مخالف شریعت است. امروز ما میبینیم که در حقیقت این بدعت به نهایت پهن شده است و بسیار برادران و خواهران از سبب جاهل بودنشون از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل رو انجام میدهند و حتی این عمل رو خوب میدونند، ثواب میدونند، گویا که همون رو ثواب گرفتند و بعضی رساله ها هم می نوشته میکنند که به دیگران بفرستید پند کنید. این همه مخالف شریعت است و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قرون الاول است. پس سنت چیست؟ سنت این است که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندند، نماز روز جمعه، صحابگان هیچ یکی از اونها همدیگر رو تبریک به این روز جمعه نمی کردند، بلکه تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال می گفتند و همین هم به نهایت پهن شدگی نبود. این خیلی نبود که هر روز جمعه هر یک صحابه یک دیگر رو تقبل الله منا و منکم گفتند. بعضی ها می گفتند و بعضی وقت نمی گفتند. اما عادتا این دعای روز عید فطر و عید اضحی دو روز عید معروف مسلمانان است و امت اسلام است. البته در این دو روز عید قربانی، عید اضحی و عید فطر که بعد از پایان رفتن ماه مبارک رمضان است، این یک شعار امت اسلام است که یکدیگر را تبریک بکنند و موافق سنت بگویند الله از ما عملهای صالح کردهمان را قبول بکند. تقبل الله منا و منکم، از ما و شما الله عملهای صالح انجام دادهمان را قبول کند. اما در روز جمعه البته در بعضی حالت میگفتند و در بعضی حالت نمیگفتند و صحابگان هیچگاه نگفتند در روز جمعه که روز جمعه به شما مبارک بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفتند این سخن را، این چنین تبریکات وجود نداشت. صحابگان نگفتند، تابعین نگفتند، تبع تابعین نگفتند، علما نگفتند. پس چرا ما انجام میدیم؟ پس چرا یک چیزی که در دین وجود ندارد انجام میدیم و باز میگیم که این عمل خوب است، ثواب است؟ به هر یک کمترین ثواب باید ما دلیل داشته باشیم. دلیل نیست، یک عملی که دلیل ندارد ما ثواب میگیم، پس این بدعت است. بدعت بودنش از کجا پیدا می شود؟ فهمیده می شود از حدیثی مادرمان عایشه رضی الله عنها که گفتند، این حدیث متفق علیه که میگن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کس عملی را انجام بدهد که از عملی ما نیست، از موافق عملی ما نیست، پس این عمل رد است، یعنی قبول نیست. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. با دویم حدیث که مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند، حدیث صحیح است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند که میگن هر کسی که یک چیزی نوی را در امر ما، در دین ما اختراع نمود، پیدا کرد، در حالتی که این عمل در ما وجود نداشت، پس من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. این هم رد است و مردود است، پس بدعت است. بارک الله فیکم. یک دیگر رو در روز جمعه تبریک کردن و گمان کردن که این امر دینی است و خوب است و
در رساله ها نوشتن و فکر کردن که این خوب است. البته این درست نیست. دین از فکر گرفته نمی شود، دین از عقل گرفته نمی شود، دین این از قرآن و سنت گرفته می شود. به فهمی سلفی اومد.